بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود، رهباد. شما دوار تیوی چارو کن و شاد به شما. اولی برنامه چمشان که موضوع my برنامه بلوچستان جاوران دوست محمد هانی دورانه. مهمان my برنامه بلوچستان راجی تواکی گل کارمستر برات حبیب الله سربازی که ما ای جستان دوران دوست محمد خان، دوران حکومت دوست محمد خان، چطور دوست محمد خان به حکومت رسیده، چطور دوست محمد خان حکومت پرشته. کل سوالم از برات حبیب الله سربازی کنه و امیدوارم که این برنامه به قبول شما بی و تشکر کنم از برات حبیب الله که به برنامه آدکه و من سوالم جواب بدیه و شاد گشتم برات حبیب الله من به اولی برنامه و چمشان که و لطف کن توضیح بده به توار تیوی چارو کن که از دوست محمد خان حکومت و دوست محمد خان چه پیم به حکومت رسیده و چه پیم حکومت کده و چه پیم حکومت پرشته. بفرما. من شما را سلام گوشم. سیروس بلوچی عزیز، شما چاروبیه و که یه تیوی بلوچی بونگیج بوده و بلوچی برنامه ها هم راه کفتگن تو امید کنم که همیشه اوتی برنامه و مراقبت ها موفق باشه. من حالا پیش که دوست محمد خان دوروباره با دوره ما بلوتن گپ بجنین کم که باید بریم پشتاتر حکومتداری بلوچستان یک کم که چمشان که بده و چون تون دانه پدا بیان تا دوست محمد خان دوره برس مخصوصا پیش دوست محمد خان آی ناکوی دوره بهرام خان دوره مخصوصا آی هم ضرورت این که آی با جنگی که مردم بزن می چاروکم بزنن که حکومت چه پیما دوست محمد خان پدا یه تایی دسته رسید بازین ممکنه مزانند که پیش دوست محمد خان حتی حکومتداری بلوچستان پدا شروع بود دیگه. اگر حکومتداری با بجنیم بلوچستان چون که تاریخ بلوچستان یکی 100 سال اخیر تا که پهلویان حکمرانی کنگن ایرانی تا 90 خورده سال که بلوچستانش قبضه کتشان جهد کتا که نوکین دانشگاه و نوکین مدرسه و دارالفنون و تشکیلات که اربوط کتن ایرانی تا تاریخ نگاری و تاریخ نویسی بر اساس سیاست مرکزگرایی که پهلویان هستند بنگیج بود. یعنی پهلویان سیاست اکادمی سیاست نه که هر منطقه دوره قیاریه یا وتی حکومت منطقه تا بعضی حکومتی هم هستند که آیش مالیات چایش هبر اشکوت آیش سرباز دیم و آیا تو پاکتن تو و مرز انسان ملکش مثلا یک مرزی زانت یعنی یک ملک زانتش حسابش کو یه سیستم دوره پهلوی که یه سیستم آیا کلا که یه حکمرانیانی که هر منطقه که بتکتن چه گیلان دستانا چه اهوازا چه لورستانا چه بلوچستانا یه درست پدن داد هم بود تگتن کما بیش پهلوی که یهت آیی متوجه بود که خب فلان لحظی اگر گما کما پیش هوریه هستش ولی لحظی مثل دوست محمد خان حکمرانی و حکومت اصلا مستقلی حکومتی هر دیکوتا و دیما رو بکنه و می خاطر آیا کمر اوتی بست که این حکومتان رو بپروشی ما ایشی یه چمشان که دوام گوشم که بچاره 1871 میلادی ها چه قاجاریه با درخواست انگریزان به بلوچستان سرا یورش بردو بلوچستان حکومت دوره یا تقریبا یک حکومتی ما را هستد یک سرزمینی ما را بلوچستان هستد یعنی چه تاریخ هزاران تا سال 1171 میلادی ها بلوچستان یک سرزمینی بوده آیه دو نبوده آیه سه
نبوده، هنچو که کردستان هنچو که دیگه ملکان دنیای تا بازینی یک بود. مثلا حتی کره شمالی، کره جنوبی که هنو هستن درست 100 سال که شد، ولی پیش جایی مثلا آیا هم در یک دوره تا یک کره بودگن. و حتی یمن جنوبی یمن شمالی که یه مدت دو بودن رنده پد یک هنو هم پد یک سری بحث‌های دودانگیش هستن. سودان هم یکی بوده رنده بحث دو سودان بوده، سودان شمالی و سودان جنوبی هر بود. ملکا همیشه بر اساس یک سری تحولات سیاسی که هر بوده آن تا تبدیلی تغییرات یحته. بلوچستان هم چی قاعده مستثنا نبوده، اما یه تغییراتی که بلوچستان تا یحته بلوچ جنده اراده نبوده، بلوچ جنده خواست نبوده، دنیگی اجنبیان و بیگانیان ما را سلطه خواسته بوده که یه سرزمین سرا لورتگی استعمال بوده آن سرا پدران چایی لورتگی کانه چون پر بکنته به غصب و به زور آنی چون توکر بودگم. نو من ایشی عرض کنه گوهتون کشه گوهتوش می خدمتا که تا 1871 میلادی ها بلوچستان یک سرزمینی بود. رنچایی ها ما را هنو 150 سال این که ما دو دانه سرزمین بود که البته 30 سال رنچی که اولی بلوچستان مرز وسط گلد اسمیت ارد بود، گویا مرز دیورند هم شکل گرفت تو کپیچ بلوچستان شمالی نیمگاه شد و توکر بودیم. ولی اگر حساب بکنیم دوین توکران حتی یا سین توکران ما 150 سال بالضبط برابر که ما سرزمین هنوی چندوگی که روچا که من گرد شما کنیم سه توکر یا آواتی که دو توکر نو پیم چطور یه حکومت اولا سرزمین من فوکوس امروز چنشپی یه باره نشم دوست محمد خان باره آید. ولی من اشیاء چجور گوشم کشم خدمتا که زمانی که ناصرالدین ایدان قاجاریه دوره پیش آیا یک بازی بزرگی The Great Game گوشانتی مزنیم لیب بلوچم تا گوشانتی شکل گرفته در کی دوره انگریزانی که یهتن تو هندوستانش گرفته گد همین تیما ایشان و روسیه یک سیاسی معاملیانی تو که کپته گیتم روسیه چه برزا جایت دوره دو هستد دیگه، یعنی غربت یک نیمه شرقت شرقی رهبر روسیه در دوره تا و غرب آوادی انگریز هندوستانی که مزنی ملکی آیو تصرف در یارتگه چایی توی چوپایت ای کشاورزی ها بهر برگاید چای معادن ها بهر برگاید باز چیزا هندوستان هنچو پایی مهمت که نلوتی چه دستا بدن. روسیه هم جهد هستد که هندوستان ها چه انگریز دستا پچ بگیری نو اداشن لیبش شروع هر روز شام تلاش کد بسته برای انگریزان دیم په آسیا میانه روسا هم تلاش کد بیان جهلت دیم په هندوستانی نیمگو بلوچستان نیمگو اوغانستان می خاطر رندش مدی که یک زمانی مثلا روسا انگریز افغانستان زکود نه همین سیاست نو اینا بازی انگلیس و روسیه یا گوشتش بازی بزرگ همین بازی بزرگ همین مزنی لیبتها انگلیس تشخیص داد که بلوچستان که همسایه هندوستان توانید یک سرزمینی ببینید که اینها ما یک مرز حائلی اردنوکی مرزی ببناینو که ایشی منی هندوستان حفاظت بکنه چه روسا هم بیانتن و هندوستان ها که ما پچ بگرانتن همین خاطر 800 اگر اشتباه مکنم 39 اگر من حافظه یاری بکنتی آیا یه تو بلوچستان میر مهراب خانی جنگ داد و اولی جنگ تا شکستش وارد که بلوچان و اوغانان بور بوده جنگش می جنگ که آیا حمله کو میر مهراب خان سره میر مهراب خانش کشت و رند افغانستان سره یورشش کرد. به حال مسئله این حکومت بلوچستان بود ادوکان ما را دو دانه سلسله حکومتی در تاریخ ها بوده بلوچستان که یکی مغربی نیمگو رنچ عربان شکل گرفته، یعنی رنچی که غزنویان دوره تقریبا خلاص بود ما دو دانه حکومت بلوچستان مغربی و مشرقی تقریبا بوده. مغربی نیمگو بمپور ایسو بوده ملکان هوده حکومت کنه بوده که 600 سال شن حکومت دوام پیدا کرده از ملک تاج الدین که تاریخ معلومه تا آخرین حاکم که رنده نارویان پروشت یا مشرقی نیمگو که آن حکومت داری کم که دیرته بونگیش کد ولی خانات کلات که شکل گیرانچی که پرتغالی های منطقه تا یه تکتا ادوکا چالی حکومت شکل که آخری حکومت قدرتمند
بلوچستان تشریقی بلوچستان نیما نو تو که انگلیزان فرصت استفاده کو ایرانیانش که وقتی حکومت ایران قاجار سیستم حکومت قاجار ناصرالدین شاه قاجار سلسله زرا یحتگد پیش ناصرالدین شاه قاجار روسان بازی منطقه چی ایران پاش گرفته گلستان قراردادهای مختلف تا قفقاز منطقه چای پاشگرک بود تا ترکمنستان منطقه چای پاشگرک بود تا هنو کشورانی بس هست آذربایجان و مت جنگ انجیره یا درستین کشوران کنو این نمگه هست ایشان درستن جز ایران تا شپح کن چی ایران روسیه پاش گرفته رنده شوروی حکومت تا یحتم رنچای همچی شوروی که پروشم بودن تو آزاد بودن بلشان روسیه چی ایران پاش گرفته ایران آوردی امپراتور بله بلوچستان آزادت مستقلی حکومتی هستد هیچ وقت ایرانی سلطه تا نه حتی دوره تا نو رنچشی که قاجاریان و تی حکمرانی برزی نیمگا شمالی نیمگا چه دست داد این هیچ خواهش هستد که بلوچستان نیمگا یورش ببرن یه نیمگا سرزمین پچ بگیرن تی بیارن تی بله آیان تجربه کتگد که دوره صفوی چو درد بلوچستانش نتونت بگیرن تی فمی خاطر بلوچستان نیمگا نیحتر صفویان حکومت بلوچان فروش داد و اوگانا هور بودن تو همشه صفویانش چگل داد نو تورسا امی منطقه چه دست داد تگد لورتش که اینگو بیان نو دوره ناصرالدین شاه قاجار ناصرالدین شاه قاجار دوره کم که ثباتی نسبتا ایران تا حاصل بیته ناصرالدین شاه بالاخره اوتی قدرت نفوذ بس دادن حکومت که 50 سال نزدیک یعنی نیم قرنش حکومت که این ناصرالدین شاه همین دوره تا امیر کبیر یه ایران تا ایران کریسک معروفه نه امیر کبیر سازماندهی کنته هم تا تهران داخل رالتان مناطق سازماندهی کنته همین دوره تاشان سک زورا که بن قدرتمند بن ایران هم همین مدت تا ایران سک در تعامل بی روت یه مثلا اکتشاف نفت مثلا یه واشوشان پیش یه که این گودیم به اهواز نیمه که هنوز خوزستان نام گوشنته اتکم بحثی مزنی عربی بالاخره انگلیس لوتی که ایران کم که متحد بکن یکن قوی تر بکن تی اور بلوچستان تها زهائل عرب بکن روسیان چیه میانتی آیا احساس کو پچی انگلیسان سیاست انتخاب کو بخاطر که احساسش کو بلوچستانی حکومت یه اندازه طاقت نیستن که روسان دیما باید اینکه من ایران حکومت درد بکنم که ایرانی حکومت در مقابل روسان که باید دشمنی هستیم بوش پچی ایران چون چو جنگ هست که روسیه کتگد نو ایران تا یک جبهه ضد روسی بودتگد ضد انگلیس آنها تقریبا احساسی نیست پچی انگلیس باز دخالتی چاودی نکتگد ولی روسان گو ایران جنگ یک نگاه ضد روسی ایران تا هست نو آی رو چمی فرصت استفاده کن بلوچستان کپا بدن تپی ایران اور هم ناصرالدین شاه قدرتمندتر بکنه ناصرالدین شاه چی فتحی مثلا بود نیمگا حتی اعلامش کنم فتحی مزنی یارته چی فتح و قلوتش استفاده بکنه در تهران تا و اعتبار برز ببرته حکومت درد بکنه و همچنان دیما روسیه دیما بگیریتن که هندوستانی نیمگا حرکت مکن تو میت این درسته مسبب باعث بودن که بالاخره آخر انگلیزا یک اشارتی داد به کیا ناصرالدین شاه چای لوتید که بیایت این نیمگا فتحی بکن یعنی در واقع تصرف بکن استعماری ما گوشه آن گوشه فتح آیا حرکت کوترنده ابراهیم خان بمی حالا من باز حاشیه تو کنه رو ابراهیم خان بمیش که حاکم آبادی کرمان آیش دستور داد آیت بمپوری گیرن چای چون سال گوست بعد حمله کد دا هنوگین جاگاه های گور آیت ایشان گبتن ایشانی که گبتن بلوچستان حکومت هم گوان جنگ داد یعنی همچنان که بیان بگیرن یعنی بلوچستان حکومت چه کسرکند جنگان شروع بودن سرباز جنگ داد سراوان جنگ داد ولی کم کم که پروش پچی انگلیزا بلوچستان حکومت سک ضعیف کوتگد نیشتی که بازی حاکمانی نوشیروانیان تا خارانیان تا نزانان لسبیلا والای تا ایشان پاک شورین تک تا علیه کلاتا نگو پترنگ هست تمی منطقه تا ایشان سک سوس بودگد میر خداداد خان اگر اشتباه مکن حکومت دوره تا بله ادوکا که مرز هم دا بود دیگه جنگ بودن تو مهراب خان میر خداداد خان موفق بود که پدا لحظه جنگجو رو پچ بگیریده کیه چه پچ بگیرید چون منطقه پچ بگیریده تا یه هنو کوهک سرا همین مرز که هنو کوهک شی سر اختلاف کردن که بحثه پدا انگلیزان وارد ماجرا بودن تو مرز گلد اسمیت عدش
بمپور جلسهش گفت و شیعه بود و مرز نام هم معروف بود گلد اسمیت هم افسر سر فردریک گلد اسمیت نام سر معروف بود. بالاخره ادکا حکومت چیه بود تو دو کپ بود بلوچستان مغربه ایرانی سلطه حکومت اتحادی بود بلوچستان انگلیس رنده نامی بود انگلیس بچه ای تحت الحمایه وقت بود و است چیزا مش موشت عزیزان بلوچستان بودتگت انگلیس نامی معروف بودتگت بلوچستان انگلیس یک کپی بلوچستان مثلا ایران یا بلوچستان غربی ایشان بل پدا هم وتی هستند یعنی گجر ایدان زور گجر چات پچگه چان سردار گیت بودم چی جتگت پایگاه نظامی جتگت انگلیس هم چانی چانزه گیت پایگاه نظامی جتگت مالیاتی که فشار یارتن سرا از این طریقه منطقه کنترل هر منطقه حکامی دست داد یعنی سردارانی که این مناطق تا هستند هر نیمگی شاید حکومت کوتوتی منطقه تا ولی مالیات ایرانی سربازان یا انگلیزان سربازان همین سلطه سبب منطقه هم سازی نبود که انگلیسی سازی کرد یعنی منطقه حکمرانان منطقه‌ای و بلوچستان تا ولی زور چرایت شو استعمار هر جا که زور ببی مالیات باز پچ بگیری حاکمان سر زور بدن ته ملک رشد نکن ملک فقط همین چون که یک تبدیل بیتن به یک تولید کننده گجرا تولید کننده پکه به انگلیزا و تا را نرسی که تا را بدن توسعه بدن ته سیستم در اروپا که حتی آمریکا چه آمریکا لاتینش که گفتگت یا چه آفریقاش گفتگت همین سیستم آیا همین پیمان حکمرانی کتا و کنترلش کتا منطقه نو ایتو که ایشی دور بیت ناصرالدین شاه قاجاره تا اشی که ناصرالدین شاه قاجار مثلا خلاص بیتی من دوره تا بازی قیامی پیشیته و قیامان انتها بالاخره پدرند برای حکومت یواش یواش بانگیج بوان بیته ماشي به خدمت منتوار تشکر از توضیحاتون شهرینا برات حبیب نوکی سوال است ادانا که بعد از اینکه قاجار آد که حکومتش گفت چه پیما بی ممکن توضیح بده بلوچستان امورات چطه بی بعد از بهرام خان و ایشان خب ادکو من سیروس جان لازمه که توضیح بدم که شرایط درستش شما کنه که ما رنجشی که قاجاریه یحتای منطقه تها و یه سلطه شروع بوده ما اشاره کرد که بلوچان خود منطقه سرداری حکومت هسته ولی مزنی حکومت آیان نتونی تگت عرض بکنن بچه که قاجاریه سعی کرد که ادکان اختلاف افکنی بکنن ته آنتا جنگ و درگیری عرض بکنن ته مشکلات عرض بکنن و تسلط ها و تیگو همین نیروهای نظامی کنترل که قزاقان تا کیارته تنیندن تا از این طریقشان کنترل بکنن اما ادکان چند مسئله پیش یاد که بلوچستان مردمان قیام کو علیه ایرانیان اولا ایشان یک سردار یک ارتشی ادان نیندین تگد رئیس ارتش در واقع ایرانیانی ما بلوچستان تا که به نام ابوالفتح خان ابوالفتح یک بالاخره من حالا اصلا ترکیه بچه که اساسا در قاجار سیستم و سیستم ترکیه یعنی قاجار حاکمان ترک تبریزی تنگشته و ایشانی زبان رسمی فارسی هست بل ایشانی قشونی که شان هستن عمدتا ترک تا و یه ابوالفتح خان بالاخره یکی چمی نیروهای قزاقت که ترکت در واقع ایشان سیستم تا ایشی ارتشی رئیس در منطقه بلوچستان ایشی باز منطقه تا جنایت هر روز پلوپانچ کتن بلوچستان سیستم اداره در یه دوره تا هم تحت کنترل کرمانیان یعنی قاجاریا چارت که ما اگر لوتیم بلوچستان کنترل بکنیم باید از طریق حکام کرمان بلوچستان کنترل بکنیم همیشه حاکمانی که تعیین بودن در منطقه کرمان آیا عملا حاکمان بلوچستان هم از نگاه حکومت محسوب بودن نگاه حکومت کرمان و بلوچستان نوعی حاکمانی که مثلا یا فرمان معروف است فرمان بازی فرمانی حاکمی که به نام فرمان معروف در کرمان شان بالاخره یه دنگه تسلطش هست یا ابراهیم خان بمی شان تا مثلا حاکمان منطقه در دوره رنج ابراهیم خان مرتن تا حاکمان یحتن
ایشان مثلا بلوچستان کنترل همشانی دست داد، یعنی ایشان مالیات گرفت. پس این دبدبه هم کرمان تاپشان بوتر ارد کتگت و به تهران هم از مالیاتش دیم داد. یه مدت شان بازی بلوچی بردگی گرفت، حتی جنینش بلوچی به مانان بردگی گرفتن. موضوع به ادایت رسید که یا دوره منطقه‌ای که یار احمدزیان حکومت کنگایتن قاجاریان یهتن تو ودان مالیاتش لوتید، مالیات سک سنگین. حالا داستان حالا دقیق تاریخ تا شری سر بیان نبوده که چه اتفاق یافته، ولی اشکان یا انت یک جنین یا بلوچ یا در مقابل قبیله من، در مقابل آی مردین لوتن پای تجاوز بکنن که آ مردین با غیرت بلوچ تحمل کنن جنگ آی کشنت بلوچ سرا برن آی جسر یر کنن و آ جنین حاضر حمودا تجاوز کنن در مقابل هما شرایط تا ایشی مزنی فاتی عد کنت ام منطقه تا شورشی بنیاد یا قیام یا عد کم در میر بلوچستان یار احمدزیان تا ورزکای کنن یار احمدزیان جنن بازی گران کشنتی رنچای قیام کنن دو سه منطقه دیگه هنچو جننتش کشنتش مثلا موضوع سک مزن بیار احمدزیان تا بل انگه مثلا یار احمدزیان قبیله طایفه که دور برانه ایشان برای که شرایط نرم بکنن آرام بکنن تی و تی ناکوزه تا ناصرالدین شاه دیم دنته حشمت الملک نظام که حشمتی هستی اول نامه نو آیی که یه تی منطقه تا حشمت الله آیی سعی کنته که ایشان آرام بکنن تی گوشی نام ابوالفتوح خان ما در کتا اخراج این کتا آیی جنایت کتا ما کار نکنی آرام بیت آیان گوشن تی که خب می جنگ درگیری مت نہیں میں جنگ درگیری به خاطر شیعت که ایشی ظلم کنه که مثلا ما را به حالا بلت ما کار نی شما ظلم کنید ما هم شما دیمو وشته گور آیی وشی نه شما کار مثلا نه اینو ما ابوالفتوح خان در کتا ولی هنچو که مثلا آرام بی پدا خیانت کنن یه سران طایفه یا گران بازداشت کنن آن بازی و سک نارضایتی باز بیته نو مثلا بالاخره لرشوری بیته. حالا ایدو که حسین خان قیام کرده، سردار حسین خان بعد از این مسائلی که پیشیته آیی هم گندی که چنین ظلمی بوده بلوچان سرا آیی قیام کرد و حمله کرد بر سر که همود بیته ابوالفتوح خان مرکز بیته او دا تحت چه کنت و محاصره که آن کشیته آن چون درکم بالاخره منطقه بلوچستان تا مزنی قیامی چست بیته افدام برای قاجاریه بخاطر که شرایط نرم بکنن مردم آزاد و آرام دیم بعدا هم به بلوچستان سرا خیانت کردن میر حسین خان یا سردار حسین خان گران بازداشت کردن و چوکا در زندان کرمان تا آی کشک بنته ماجرایی. اما اصل موضوع جستی که شما خود شده به بعده که این مسائل انشان بلوچانی دلان تها نسبت به قاجاری کینه ای نشت چون سک علیه قاجاریه علیه ایرانیان علیه سرزمین تو بیهتگت ناراض بودن ادو که چرند منتظر فرصتی تن که پدا اشانه چتن در بکنن بگلینندش بلوچستان پدا اوتی دستا بگرن نوید که فرصت فراهم بیکی ستاره اقبال یکی از ایران منطقه یواشواش چست بیته و این بهرام خان بارانزهی که از اعقاب و از رندین چمی حاکمانی که به افغانستان تا بودتگن یا حتی ساکن بودتگن سراوان نیمه یواشواش حکومتش کوی منطقه تا و ایشی حاکم بی دزدک و سراوان و این منطقه نه هنوگیم بهرام خانی موضوع چوش بیته اتکا این مسئله پیشیه که در بلوچستان مشرقی ها یک قیامی شکل گیری علیه این که محمد عمر خان نورشیروانی سردار محمد خان نورشیروانی رهبر قیام بی علیه انگلیزان که انگلیزان بازین جنان کشنده انگلیزان شان رنده کپنته بالاخره مزنی ارتشی دیم دانته برشی که محمد عمر خان نورشیروانی شکست بده و ای عقب نشینی کنته ییت مغربی بلوچستان تها میار بی بهرام خان بارانزهی یا بارکزهیه بهرام خان آیا میار کم انگلیزان احساس خطر کنن انگلیز گوشنته که خب این نوشیروانی ما جت نکو آی رفته بهرام خان کرده بهرام خان هم دردی مردمی ایشان اگر هور ببنده
چون اگر حمله بکنن باند میسرا ما واسطه باز مشکل عد کنن گوره ایرانیان در قاجاریه گوشی که شما بیاید ما همراه بید ما بهرام خانی قلعه پروش دیم آیه شکست آیه گرین و نوشیروانی و آیه که بهرام خان بارانزایی هر دو اینا گرین گوره حمله کنن تیم بهرام خان سرا دو دانه ارتش به هور بینی هم انگلیزانه و هم ایرانی قاجاری ولی ایشان هر هند کنن تیم بازی محاصره طولانی کارشان دست برنه و هم ایرانیان کان سرزمینش که بهرام خان بارکزهی ها بهرام خان چرا نامی کرد بلوچم تا حکمرانان حاکمانی که هستن و یا گشته همراه بودن ای کشگران جمع بودن بهرام خان چرا در سال 1907 میلادی بهرام خان حمله سر قلعه پهره که مرکز نظامی قاجاریان قلعه پهره چه آن دستا گفت چه و گجرانی چه بلوچستان تها در ایشی سکی مزنی اقدامی که در سال 1907 میلادی یعنی 1286 شمسی ایشان تو انتخان گجران چه بلوچستان در بکنته رنچ پهریز قلعه گرگا حمله کد به قلعه بمپورا که آخرین پناه گجران در واقع و بمپوری هم گفت و بمپوری گرگا عملا بلوچستان کلان تحت قبضه مکران حداقل سلطه کی داره بهرام خان یعنی بهرام خان هم مثلا نامی کرد ترانچه کاری که انجام میداد عملا این سه جنگ پیش کرد یعنی برانچش پد دیگه که اولی جنگ کرد علیه ایرانیان که آنی پروش داده دومی پهره و بمپوری گرگت سومی هم سال 1910 میلادی یعنی برابر با 1289 حکومت که دوره فکر مظفرالدین شاه حمله کرد به اشی که بمپورا هچ بگیرن چه کرمان نیمود اپدا بازی محاصره کته بازی جنگی داتش گو بهرام خان اپدا شکستش و یعنی سومین شکست ایرانیان وارد ایجاریان تا از طرف که بهرام خان ادگو بهرام خان مزنی نامتواری کسب کتو چدا به بعد آی معروف بود به حاکم بلوچستان پچک پحکی مغربی بلوچستان تا اشان گجر چوتی سرزمین تو که در کتگن و درستی قلعهان مهمی که هسته آنها پدان هچش گفتن بلوچن دسترس کردن گرو میر بهرام خان ادکو ساک مزنی نامی کسبی کتو آی معروف بود تو حکومتی همچو دیما روان بود تا سال که فوت کنده یعنی در سال 1299 شمسی یعنی 1299 شمسی 1300 اگر شما بگیرید چرت زین تاییدین بهرام خان حکمرانی کنده یعنی تقریبا 12-13 سال بلا منازع بلوچستان تا آیه حکومت بید رنچشی که بهرام تکن گورا دوست محمد خان یایتین دوست محمد خان آیه جانشین بی علی محمد خان آیه پت بیتین که قلعه منطقه آی دست کپ آی حدود نندوک بی و دوست محمد خان وقتی مرکز قیادت فرماندهی حکومت بلوچستان پهره و بمپور یرکنته چه دوکن به بعد گره دوست محمد خانی حکومت بانگیج شروع بید براد حبیب بعد از به اینکه دوست محمد خان به قدرت رسید چه اقداماتی کردی و چه خدماتی به انجام ده و آیا انگلیزان و دوست محمد خان حکومت موافق کردن یا شون رابطه چه گو انگلیزان بچارت بلوچستان حکومت دوست محمد خان ما وقتی نام گرگاهیم می حکومت عملا استقلال به شکل مستقلانه قبل از حتی دوست محمد خان هم بونگیج بوده یعنی در آین ناکو و بهرام خان میر بهرام خان تقریبا هلوش از زمانی که گجری چه بامپور تو که پهره تا در کتن تی منطقه اکثر قلعیانی و تصرف تا در یارتن تو سرداران چای اطاعت کو تو پایش مالیات دا
چه دوره تا عملا حکومت شروع بود در بلوچستان. یعنی ما هولوش تا 13 سال یا 12 سال در دوره بهرام خان نامگیری، یعنی دوست محمد خان وارث حکومت بهرام خان. ولی دوست محمد خان وقتی که حکومت گرفت، آیا یک سری سیاست های توسعه طلبانه گشتری در حوزه سیاسی بلوچستان، تقویت موقعیت سیاسی حکومت بلوچستان انجام داد و می خاطر اکثرا حکومت به نام دوست محمد خان معروف بوده، هرچند قبل از آیا هم استقلال حکمرانی در بلوچستان تا شکل گرفته. دلیلی هم شد که در تهران تا حکمرانی ضعیف بوده. مظفرالدین شاهی دوره که حکمرانی در تهران تا مشروطیت یا حکومت بودن، باز تقریبا جنگ و پترنگان شروع بوده. یک سال رنج مشروعیت، 10 سال رنج مشروطیتی که در ایران تا تهران یک بهرام خان گجت بلوچستان گلین تندری کتن و هم پهری قلعه و هم بمپور قلعه وتی دست و قبضه و قدرت رو در یارتن. نو در این دوره رنج مشروطیت انقدر ایرانی شرایط پیچیده بودن که آن توان و قدرتی هم نیست که بتونن به بلوچستان را اروش بیارن این منطقه پس نو اتکا آیا وتی جنگان تا مشغولن فرصت مناسبت که بلوچان وتی استقلال پچ بگیرن. الحمدلله در دوره تا این موفق ما دوست محمد خان که تقریبا دوست محمد خان حکومت 8 سال گشتر نه از 1299 بهرام خان فوت کنده 1300 1301 تا 1307 تا ای حکومت کند. در سال 1304 تقریبا دوست محمد خان حکومت پایه قوی بودتگن، محکم بودتگن، ولی ادوپسی از قدرت مرکز پدا شکل گرفته، چون پهلویانی حکومت رو شکل گرفته در تهران تا، یعنی دوره حلاسه ادوکان 4 دیگه که آقای رضا میرپنج و مسائل پیچیده بود. آقای مجددا رضا میرپنج حمله کتا پیش جایی 2 سال پیش به گیلان حکومت پروی حمله کتا کردستانی حکومت پروشت، چای حمله کتا لورستانی بختیاریانی پروشت رنج، چای حمله کتا اهوازیانی حکومت خزعل کی پروشت، چای همشه آخرین نوبت بلوچستانی دوست محمد خان همین مسائل گنده گایم و که هوشیاری آیه گشته بوده مسائلی هم دا مسائل پیشیت. نو تو وقتی از خدمات دوره دوست محمد خان که جست کنه سک جالبه که دوست محمد خانی در همین دوره کم چون سیاست های جالبینی بودگی ما تونی باشیم که حکومت بلوچستان در دوره تا به سمت مدرنیزاسیون تحت شرایط دوره تا، یعنی دوست محمد خان اولین کاری که انجام داد بلا فاصله بعد از اینکه قدرت گرفت، اولین کاری که کتی از همین خالصجاتی که در دوره کی هستن دیشای قاجار، یعنی آیا وقتی بلوچستان گرفته گرد بازین زمینی به نام ایشی که یه زمین نام مالیات شما نداده تصرف کتکته وتی قبضه تو که در یار تکته شانش باشتن درآمدهای خالصجات که حکومتی این درآمد درو محمد خانی دست کپتکته. همچنین سرداران چیزی که بلوچستان تا هست دوست محمد خان سعی کرد که آن گفتار مثلا دین محمد خان مثلا حاکم چهبارت در دوره تا گوی سانگ بندی کو، همچنین گو محمد شاه خان حاکم سراوان هم وصلتی کو و دو اینان که وصلتی کو موقعیتی در مکران زلیته ها کاملا مستقر بود. نو آدگی سردارانی هم چی داتن مالیات چی داتن هی داتن چمی خالص جات که آن زمین پول داتن آنی حتی وتی موقعی اقلیت کو ایشی که دوست محمد خان هست رنج محمد خان خب در این دوره تا لورتی حکومت گسترش بده برنامه میکرد که مثلا خود بروته دوزا بینیم برو آ منطقه هم بگیرید. سردارانی هستن که آن نلورید سرداری قدرت چه در هم قدرتمندی سردار تا مثل جمعه خان، اسماعیل زهی، جیان خان یار احمد زهی دیگه، گمشازیان حکومت، آقای کینت حاکم سردار ریگیانی ایشان هستن در منطقه تا ایشان هم تا امتیازات منطقی هستن نلوتی امتیازات ها چیده. همین خاطر به خاطر مسئله موقعیت های فردی بود نه به خاطر موقعیت های بلوچستان یهتن تو متاسفانه رنده حتی گوگجر همراه بود تو خان رفت سربازگیری که هلوش 500 دانه شبه نظامی ارکوچ بلوچان
ارتش پهلوی همراه بود برای که بتونن حکومت دوست محمد خان بپروشن. متاسفانه من باید نام بگیرم، ما را قویه شخصیت‌های مثل عبدالمالک ریگی بوده. متاسفانه سرداران همیشه منفعت بلوچستان نچارته لحظه چی سرداران یحت منفعت های شخصی چارته، مثلا ایدوخان ریگی که به خاطر قبل از زمانی که جنگ های سرحد مهاجمان سرحد کتابی هست جنرال لایر را نوشته در دوره مهاجمت که علیه انگلیسان آیان قیام کرد، در دوره تها میر ایدوخان یا انگلیسان همراه بود علیه جنگ خان، علیه جمعه خان اسلام گمسازیان یا رحمزی علیه آن جنگ داد. یعنی کاری که بالاخره که آن تضعیف و شکست برند قدرت نفوذ جنگاوری مستقیمی نیست، ولی آنانی همکاری کردن که شان شکست بدن. یعنی خب چی نشان این مسئله ده دوست محمد موضوع مکران سرحد نه، موضوع مسئله بلوچستان، موضوع مسئله منافع سرداران است که دا منافع شخصی سرداران در دوره ایجاب کرد که دوست محمد خان گما همراه مبند. چرا؟ چون دوست محمد خان مالیات گه، اما فهم که حکومت های گجر مثلا مالیات گه، سیستم مالیات در هر حکومتی برایش این که حکومت کنترل کنه بی، حکومت تقویت بدیم، حکومت بتونید که اصلاحات آموزشی بیاری، اصلاحات ارتشی بیارید، اصلاحات پلیس بیارید در منطقه تا بتونید که حکومت بکنید. خب این فلسفه مالیات، اما آیا مالیات اشتباه آگاهی کافیش در مورد موضوع حداقل نیست یا امتیازش نرو تضمین بر، یعنی احساسش که اگر مالیات بدهیم به یه معنای که ما آیه غلام بوده، یعنی هرچی منفی متاسفانه انگلیسان در ذهن تا دور داده آیان لحظه چه سرداران نه حتن تو در موضوع تا همراهیش نکو در سرحد تا به می خاطر نصفی عملا از بلوچستان قدرت در کنترل دوست محمد خان در سالهایی که داخل جنگ بود نه، یعنی منطقه شمال بلوچستان ادوکان گجرا چمی فرصت استفاده کننده اختلاف افکنی کتو تو انتی بلوچستان پوری ما در مورد مسئله حالا چیزا رشد گشته هم منتها میشم که محمد خان در این دوره تا انجام داد که بالاخره به نفع سیستم یکی هم سیستم یکی هم اشیات که دوست محمد خان به دنبال یک پارچه کنه لورتی سرزمین بلوچستان کلا یک بکن تا توان قدرت نظامی بتونی مقابل هر نوع ارتش چه انگلیسان ببن و یعنی حکومتی که شکل گرفته بیتیم در مقابل آیان بوش دیدیم و بلوچستان مستقل کوتا آیه بدارید. واقعیتش این که حکومت بلوچستان ها کاملا مستقلت به خاطر که زمانی یک حکومت مستقل نهیم آیی به حکومت مثلا تهران آیی مالیات بدم. دوست محمد خان مالیات نده گاید بلکه مالیات گیره گاید و تا را تقویت کنه گاید. دومی خبرش این که تو سرباز بده، وقتی تو مالیات ندهی تو سرباز هم ندهی. عملا دوست محمد حکومت در این دوره تا امیر دوست محمد خان کاملا مستقل است. دوست محمد خان چند کار کرد، یکی فاصله سر موضوع سی دور بر وقت جمع کنه هدفش که بتونید بیش از 10,000 نیروی آیی دستشرا ببینید تا در مقابل نیروهای بیگانه آیی بتونید چه بلوچستان دفاع بکنید. و عملا هنچو بود زمانی که پهلویان رو حمله بکنند در سال 1307 شمس دوست محمد خان 14 نظامی هستند. همچنین دوره تا تلاش کرد که به توالانی که هستن یا به پاکارانی که هستن در تهران تا که درجات نظامی تن پلیس شهری مشابه با یا عرب بکنند، محافظت بکنند، شهران محافظت بکنند. خب این یک سیستمی است که تا قبل از آیه به ثبت کرد دوست محمد خان بنگیج کرد. نکته جالبش این که دوست محمد که حکومت رسید از سال 1300 برای 2 سال رنجی که حکومت گرفته دنبال آموزش مدرن، یعنی نامنگاری کنته در دوره تا آموزش مدرن نتونته چه انگلیسان پچ بگیره، چه انگلیس آن دشمنه تا آموزش مدرن نتونته چه افغانستان بیاره چه امان الله خان دوره تا، چون افغانستان تا انگتی آموزش مدرن نه تنها جایی که آموزش مدرن هستن سالهای اخیره که دارالفنون در تهران تا عرب بوده و قاجاریان بالاخره یه سیستم یارتگه در ایران تا گوره نامنگاری کد گو حاکم وقتا محمد شاه اگر اشتباه مکنم باشی که من لوتی من بلوچستان تا سیستم آموزشی عرب که به بابت من کمک حتی نامیانی اسناد داخل موجوده نه بر اساس ایشی که من
آنی سلطه چی را بلکه لوری چند فرصت استفاده بکنیم اتکان آموزش عالی بیاری در بلوچستان تا آموزش دارالفنون ار بکنیم مدارس های حرفه‌ای پیشرفته ار بکن اسناد و مدارس موجودن در این زمینه چی نشان دادن که دوست محمد خان یک مسئله مالیات برای داره مالی برای یارتگت دو مسئله سربازگیری که بتونید سرباز جمع بکنید ایشی ارکوتگت که تقریبا 10,000 تا 14-15,000 نیرو همیشه آیا آماده تن که بلوچستان ارتشی در منظم کتگت مسئله پلیس شهری یعنی حفاظت از قلعه یک حفاظت شهری یه دوینانی تقریبا دنبالت کشان اربکن سه مسئله آموزش و پرورش که دنبال پیشرفت آموزش تمام در ظرف 8 سال از حکومت دوست محمد خان شکل گرفت. یعنی اگر دوست محمد خان فرض کنه یه حکومت بلوچستان 80 سال ادامه پیدا بوده یه دوره بلوچستان حکومت بسیار پیشرفته مدرن امروزی و جا افتاده بود تکرد. متاسفانه اما پهلوی‌ها همچه چیزی نلوتید. چرا نلوتید؟ اینا مسئله پیشیه که ادکا شما سوالی من جز کد که انگلیزان رابطه با دوست محمد خان چطوره؟ ادکا مسئله اینا من فکر کنم که بخش سوال جواب ده واحد راسته. آیشین که بچاره رابطه دوست محمد خان و انگلیزان شهر نه. چون محمد خان دیدتگد که اولا انگلیزان آنی حکومت پروشتگد بلوچانی ثانیاً بلوچان همیشه علیه انگلیزان در جنگ‌های چیتا مثل جنگانی که در هندوستان تا شکل گرفته علیه انگلیزان در اندیا این همه درگیریان در بلوچستان تا علیه انگلیزان هست تا مثلا ایشیت که یک حمله در منطقه میرجاوه یا بر سر قطاری که در بوده هستد شکل گرفت یعنی که حمله کرد دوست محمد خان نیکت بوده چون از کویتا میرجاوه دوزدا پا ایدان یک ریل قطاری انگلیزان ارکوتگد برشی که به آسیای میانه دسترسی سریعتر پیدا بکنن تیم وقتی نیروان منتقل بکنن و سفر بکنن و آزود بکنن که حمله بیتن با ایسرا و مسئولیت انگلیس بر سر دوست محمد خان. خب تمامی مسائل دست رو دست هم داد انگلیس دوست محمد خان دشمن وقت بزانته و همچنین اعتماد سر دوست محمد خان چون دوست محمد خان یه بار دعوت کو انگلیسی مذاکره کنه گفتگو سر یک سری مسائل دوست محمد خان وقتی بوده شد آنتی انگلیزان قبول نکردن به خاطر انگلیزان کاملا چی موضوع ناراض یعنی اینکه دوست محمد سلطه آن قرار نگیری نو نامنگاریش کرد به رضا پهلوی اساسا که یارتگت رو حکومت انگلیزان یارتگت سرباز صفریت در ارتشرندا رشد کرد در بودم تبدیل به یک فرمانده ارتشی بود در زمان فرمانده ارتش تا این دنبال ایشیتن که یک کودتایی در تهران تا شکل بگیرید کودتای تهران حیران تکیه برای کودتای تهران دیم بده چرا تا کودتا بکنه بخاطر که روسان باز مداخله کردن داخلی ایران انسان مشکل هستد لورتی که حکومت جدید قدرتمندی که احمد شاه که قدرت نیستد قاجاره چون یک قدرت جدید متمرکز در ایران تا بیاد. رضا پهلوی بسیار ایزان خوشایند چون کاریزمای لازمه در بین نیروان نوبتی هستد به نظر رسید که توانایی ایشی هستن که تهران کنترل بکنن تصرف کنن خاطرشان کودتای کود در تهران به همراه سید زیایا و کود تهرانش گرفت رنچه آی بود فرمانده ارتش زیاد بود نخست وزیر آی پدا اخراجش کو پدا رضاخان یه نخست وزیر بود و رنچ نخست وزیری یا نیروان وقتی کلا در داخل تا گسترش دادن حذف کردن و تر شاهنشاه کو سلسله پهلوی شروع کرد. سلسله پهلوی که شروع کرد خب بالاخره گیلان و کردان و احوال حکومتان پروشتن نو دولت بلوچستانی پروشگی وقت رستگرد با چراغ سبز انگلیزان گوشتگرد که شما اگر بلوچستان را تسلط بکنید بگیرید و ایران کاملا یک پارچه بکنید می خیال راحت بی از مرزهای بلوچستان که کسی به ما تعرض مکنید گروه مسئله زمانت فقط که کدی حمله بکنید. دوست محمد خان یه تاکتیک بخرج ده خاطر که وقتی نیازان جمع بکنید آماده بکنید از لازم نظامی ببین تو رضاخان پیام دیم که تو اگر دیدی نه پیشاردن حکومت که بلوچستان هستن رضاخان پروشتن یک رنج گوره نامه نوشت که من ترا حاضر و مالیات بدم بیچاره رنج چشی که ما 20 سال مالیات دیگ نبودیم 20 سال این که انتقالات نزدیک مثلا
17-18 سال که بلوچا هیچ کس مالیات ندگن، حکومت مستقلش هسته. گوشی من تر مالیات تو به خاطر شی که با یه شرط من مالیات دم که تکار حکومت بلوچستان. یعنی من مثلا کی نکنم کردستان نکنم تر مالیات تو، اما رضاخان این موضوع قبول نکرد. همیشه رنده 1307 تا 1360 ارکوت سه دانش مزنی ارکوت، یکی از خراسان، یکی از منطقه قائنات و سیستان، یه منطقه که علمان قدرت هست چشان و کرمان نیمگا. خب کام بعد حملهش کو به حکومت بلوچستان و به حکومت بلوچستان در نهایت پروشت. حالا برای که چه تاکتیکی به خرجش داد من خیلی کوتاه ایدم بخاطر که موضوع جنبندی بی تقریبا دوستان بزنند که چه اتفاقی در کپی که حکومت پروشیدیم موضوع و همین آخری خبران دیگه جنبندی کنم که وقت برنامه حالت نبید. مسئله در چطور بود؟ سه قشون نفر نیرو رضاخانا برای شکست دولت و حکومت بلوچستان در سال 1307 شان یحتم به سمت بلوچستان حملهش کرد. آیه اوتی مادر دوست محمد خان در منطقه ایرندگان نزدیک آیان کمین جتگد که اگر بیان به ما حمله بکنن چشتیم دادگد در منطقه بازمان نیمگا که کمینش بودگد که بالاخره از کشان بیان کنترل. اما یه تاکتیکی به خرج داد. به جای ایشی که مستقیما از طرف کرمان حمله بکنن از منطقه مثلا سرحد بیان به سمت بلوچستان 500 نفر نیروی که ایدوخان آماده کردن با اختلافات داخلی که به نفع گجر تمام بود تکتن، از یه فرصت آیا استفاده کو به جایش که مستقیم وارد جنگ با ارتش بلوچستان ببنده حملهش کو به سمت دزک و سراوان، یعنی مسیرش عوض کو از طرف خاش رفتن به سمت سراوان، به سمت مرز، در واقع در مرزی که با مرز انگلیس. چرا این کارش کرد؟ به خاطر که انگلیسان گوش اولین کاری که باید بدهید همیشه که مرز نیمگا تا کسی از بلوچستان شرم پیمان خان بود تا قدیما و هنوز هم مکیت محمد خان شام میاند. به همین خاطر آیا حمله کو به دزدک هر کاری کودش حکومت دزدک بپروشنده و به خاطر جهانبانی که فرمانده نیروهای نظامی ایرانی بیتن پهلوی دوره آیوات گوشی که ایشان چو جنگ کوی بلوچان که می عقل حیرانه. ما مجبور بودیم از طریق نیروهای هوایی حمله بکنیم که تا کمابیشان سست بکنیم و ضعیف بکنیم، ولی بلوچان سلاح نه تنها دور نداد بلکه تا آخرین لحظه جنگش داد، شهید بودن، کشته بودن ولی عقب نشینیش نکرد. آخر مجبور به مذاکره بود. بیایم ما مذاکره کنیم و برای مذاکره از تاکتیک فریبش گوشتی که یه قرار سرکردی ندانش ما بیایم مذاکره کنیم. وقتی قلعه یله داد یحتن جهلا که مذاکره بکنن تی گوشان ایشان گرفتن تو کشتن توشو قلعهش گرفت و منطقه تحت تسلط داره. دوست محمد خان دید که منی مرکز ثقل که شانی حکومت اصلا چه دزدک چه بود دیگه من دزدک که من حکومت معنویت پروشت و من محاصره بودم بلوچستان شرقی هم کمک نرسیده چنی دیگه هم بلوچا برزی نیمگا هم ایشان گجرانه نو اتکا در یک محاصره باعث بود که رندا حکومتی پروش بارته و درخواست کرد که بالاخره من لوتون که مذاکره بکنم پهلوی قبول کو گوش بیا مذاکره کنه. مذاکره تا ای دعوت کو تهران که شو گفت جیلش کو زندانش کو ورندا یک سناریوی پایش ارکو وقتی نه ایشی حتی سربازی کشته رو بجیت تمام شم دروغ گفتن. واقعیت امرشت که آن باید دوست محمد خان بکشتین از بینش ببرتین تا حکومت بلوچستان از بین برو. از همین طریقه دوست محمد خانش هم که شیخ خزعلش برتگ تهران کشتش، دوست محمد خانش هم تهران تا کشتش. حکومت بلوچستان 21 سال حکمرانی از دوره بهرام خان تا دوره دوستان پروشید، 8 سال دوره دوست محمد خان بیته و در نهایت بلوچستان رنج حکومت پروژه استعمار مستقیم، یعنی طول تاریخ هیچ زانی سرا مستقیما حکمرانی نبوده. یعنی بلوچستان سرا حکومت بلوچستان قبل مالیات دوره قاجاریه هم شد، اما تا مستقیما چرا که مأمورانی که بر بلوچستان تعیین کنند نخجوانی، سرگرد البرز،
رنچ آیا دیگه گجری رنچ آیا دیگه گجری رنچ آیا حکومت کی یتی علم یتی علم خان که قیه خراسانی رنچ دوره جمهوری اسلامی یتی دوره جمهوری اسلامی هم که مزانی تمام استان دارن مسئولانی که هستن همین سیستم دوستم آیا برای که بلوچان تضعیف بکنن این منطقه کاملا تحت سلطه بیارن بلوچستان تو کل استان و پدر رنچ آیا زبان بلوچی دو بیت بلوچی تضعیف کنن تیم ادکان بلوچان هیچ گونه پست تیم زمان محمد رضا خان بلوچان قدم جریان های استقلال صدامش کمک کرد ادکان برای که جریان های استقلال طلب خونسا بکنن یک دو سه دانه جاده ارد کنن یک دو سه دانه یک کارخانه ارد کنن تیم و دو سه و تشکیلات دوره که محمد رضا خان پهلوی به خاطر که جنبش های استقلال طلبانه مجددا شکل گرفتن صدام شد کمک کنه بخاطر کنترل بکنه دست به لحظه اصلاحات تن که رنده پدان اصلاحات بندی تن بخاطر که صلح ایجاد بی جریان از بین روند تن رنده همچنین جمهوری اسلامی حکومتی تن تا همین هنوگین روچا مگندگن که استعمار دیما شده همین استعمار باعث بوده که بلوچستان هنوز فقیرترین سرزمین بی دنیای تا جزو فقیرترین سرزمینان مثل آفریقای جزء بی‌سوادترین مناطقش کته از لحاظ طایفه‌ای هر روز جنگ درگیری طایفه‌ای ایجاد شده تمام محصول اراده حکومت‌های بیگانه که سرزمین تاهایان رو بلوچستان در حاشیه کامله اگر یه حکومت بلوچستان در این سطح بودیم دوست محمد خان حکومت ادامه پیدا بکنیم همین شکلا بلوچستان جنده حکومت بودیم رنده مشروطیت حریت بیاهتیم ما دیده که چی پیمی مزنی این سرزمین تا شکل ثروتمندی ملک و حاکم عزت و شرافت منتوار تی توضیحاتم چرینو و مروچی محمد آنو خلاص بی به خاتمه رسی و منتوارم چه توار تیوی چارو کن که برنامه چاره شب و بش